در مرز خرواتیا با بوسنیا و هرزگوین ده‌ها ماشین با کمک‌های خیریه به مردم آفت‌زده بوسنیا و هرزگوین بند مانده‌اند. این کمک‌ها را اتحادیه اروپا و جماعت بوسنیایی‌های مهاجر به ساکنان مناطق زیرآب مانده بوسنیا و هرزگوین ارسال نمودند، ولی مانع‌گذاری‌های بوروکراتی امکان نمی‌دهند که کمک‌ها سری وقت به مردم نیازمند رسند. هفته گذشته بوسنیا و هرزگوین، سربیا و خرواتیا با بزرگترین آبخیزی در تاریخ این کشورها مواجه شدند. در نتیجه ده‌ها نفر به هلاکت رسیده، هزارها نفر دیگر به ترک مکان زیستشان وادار شدند. در پایتخت مکدونیا شهر اسکوپیه برخورد پلیس با اعتراضگران که بعد کشتار جوان 19 ساله جمع شده بودند ادامه یافت. پلیس با استفاده از گاز اشک‌آور و نارنجک‌های صدایی اعتراضگران را که 2 روز باز به دکان و آشخانه و مالکیت البنی تباران حمله می نمایند پراکنده کرد. خشونت‌ها زمانی آغاز یافتند که در ارتباط با کشتار این جوان یک البنی تبار محلی به حبس گرفته شد. 20 می در عراق پیروان مذهب مندایی یا خود پیروان پیامبر یحیی یکی از مهمترین چاره‌بینی‌های دینیشان تعمید طلایی در ساحل رود زاب کبیر واقع در کنار شهر اربیل کردستان عراق را برپا نمودند. شماری زیادی منداییان از مناطق جنوبی عراق کوچ بستند، زیرا در آنجا مورد حمله ها قرار می گرفتند. برای اولین بار در شهر پیشور پاکستان انجمن 2 روزه فناوری های نوین افتتاح یافت که هدف از آن آشنا نمودن نسل نورس با تکنولوژی های دیجیتالی یا خود رقمی معاصر می باشد. در پایتخت ترکمنستان شهر اشخاباد تخریب یک منزل 3 طبقه آغاز یافت. درباره این عمل رسما چیزی اعلان نشده است و معلوم نیست که به ساکنان بیخانه و درمانده چیزی جبران خواهد شد یا نه. سالهای اخیر در گوشه‌های مختلف اشخاباد به جای بیناهای کهنه ساختمان‌های نو قامت می‌افرازند، ولی به افرادی که از منزل‌های قدیمی بیرون می‌شوند جبران مناسب تقدیم نمی‌شود. در ولایت بادکند قرقیزستان که هم‌مرز با تاجیکستان و ازبکستان است، تمرین مشترک طبیبان و نیروهای امنیتی راه اندازی شد. در دوام 3 روز طبیبان و افسران وزارت مدافعه عکس‌العمل به برخوردهای مرزی را مشق می‌کنند. ابتدای سال روان بر اثر یک برخورد در مرز میان تاجیکستان و قرقیزستان، مرزبانان تاجیک و قرقیز جراحت برداشتند.